پژوهشگاه کلادمیرو پیکادو پادزهرهای آماده می‌کند که در کشورهای آمریکای مرکزی و دیگر جایها استفاده می‌شوند. آفریدن پادزهر مشکل است چون زهر ماری منطقه‌های گوناگون فرق می‌کند. پادزهر برای هر منطقه و کشور باید مخصوص باشد. سالانه در جهان 20,000 نفر از زهر مار هلاک می‌شوند. اساساً در افریقا و آسیا. برای گرفتن زهر سر مار را می‌مالند و آن را در ظرف مخصوص می‌گیرند. در این اتاق بعضی از خطرناکترین مارهای جهان را نگاه می‌دارند. یک قطره زهر آنها انسان را در چند ساعت می‌کشد. هنگام گرفتن زهر هم باید سخت احتیاط کرد. وقتی مار را احترام نمی‌کنید شما را می‌گزد. اسب‌ها نیز در آفریدن پادزهر کمک می‌کنند. یکی از بیطارهای دانشگاه میگوید اسب‌ها در خونشان پادتن حاصل می‌کنند که بعداً در استحصال پادزهر استفاده می‌شود. به گفته پژوهشگران جانوران درد احساس نمی‌کنند. آنها از عهده کارشان برمی‌آیند، کار را می‌آموزند و عادت کردند. ما می‌توانیم خون زیادی برای استحصال پادزهر بگیریم. استحصال دوا برای مارگزیده ها آسان نیست، ولی با وجود این پژوهشگاه کلادمیرو پیکادو همچنان در جستجوی پادزهرهای نو است.